بسم الله الرحمن الرحیم. خب به قسمت دوم از داستان صحابی بزرگوار فاطمه بنت اسد رسیدیم. کسی که در مورد ایشون گفته شد که اسلام را آورد، پذیرفت و هجرت کرد به سوی خدا و رسول. ببینیم مکان ایشون، موقعیت ایشون، مکانیت و بالاخره شأن ایشون چیه. امام شعبی که یکی از بزرگان تابعین هست، در مورد اسلام فاطمه بنت اسد و هجرت ایشون میگه ایشون مادر علی ابن ابی طالب رضی الله عنه هست. در شخصیتی که اسلام رو در همون شرایط سختی از همون ابتدا پذیرفت و هجرت کرد به سوی خدا. و اشاره میکنه که ایشون زنی صالحه و نیک هست و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در همه وقتها هر وقت فرصتی پیش میمد به خونه ایشون میرفت و از ایشون حالی میپرسید، احوالش میپرسید، شرایط. چرا پیامبر در خانهش بزرگ شده بود، در واقع گویا مادری برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. پیامبر خیلی به ایشون احترام میذاشت، هم بالاخره به خاطر نقش محبت و مادرانه‌ای که نسبت بهش داشته و دلسوزانه، هم به خاطر صلاح دین و اخلاق و رفتاری که میدید و پیامبر سعی میکرد تا جایی که توان داره گاهی به ایشون نیکی کنه در هر شرایطی که بود. و خب دختر خودش رو به پسر ایشون علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، دخترش فاطمه رو داد، پاره جگر خودش رو داد و این خودش یک نشانه از این محبت و دلسوزی و صمیمیت هست. و جالب اینجاست که دیگه این یک مادر شوهر معمولی نیست، مادر علی هست و میشه که بزرگ کسیه که محمد صلی الله علیه و سلم رو بزرگ کرده و فاطمه هم پاره جگر خودش هست و فاطمه هم به عنوان این چیزی که ما تو زبان امروزی خودمون مادر شوهر فلان تصور میکنیم نبوده، چیزی مثل مادر خودش احساس میکرده و در کار زندگی اون به فاطمه کمک میکرد، فاطمه به اون کمک میکرد تا زندگی خوبی رو داشته باشن. حالا موارد خیلی جالبی رو اینجا نقل میکنه که حضرت علی میگه به مادرم فاطمه بنت اسد گفتم که بالاخره تو همین که مثلا آبی براش بیاد کاراش انجام بگیره و از اون ورم بالاخره بحث پختن نان، تقسیم بندی زندگی داشتند و ارتباط خیلی صمیمانه که حالا شاید ضرورت نداشته باشه همه اینها رو ما بخوایم نقل بکنیم. نقل شده برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هدیه‌ای آوردن، یک حله میگن لباس گران قیمتی بود که این رو پیامبر گفتش که بین فواطم تقسیم کنین، 4 تا فاطمه. این حلیه مثل شالی هر چیزی بود که میگن به 4 قسمت تقسیم کردن، فواطم اربعه که اونجا نقل شده، فاطمه دختر رسول الله و فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت حمزه و حالا چهارم برخی گفتن فاطمه بنت عقیل یا کسی دیگری. و این توجه پیامبر در این شرایط به اونها بود و همیشه سعی میکرد که به هر طریقی بتونه به ایشون محبت بکنه و براش خیلی مهم بود. یا کنید ایشون زن قریشی است که مسلمان هست و فرزند خلیفه، یکی از فرزنداش خلیفه است، نواهاش ببینید حسن و حسین هست، عروسش فاطمه هست و از تمام شرایطی که ممکنه یک فرد داشته باشه. حسان شاعر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد فضایلشون اشعاری داره و در این اشعار اشاره میکنه که واقعا چگونه هست در مقام و منزلت ایشون. چرا که وقتی از مقام و منزلت حضرت علی هم نقل میشه با توجه به اینکه ایشون هم اسلام رو پذیرفته و اسلام داره، یعنی پرچمدار اسلام هست، این شامل کار ایشون هم هست، شرایط ایشون هم هست. در مورد وفات ایشون نقل شده که وقتی که فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در منطقه به نام روحا در مدینه منوره ایشون رو چیکار کرد؟ دفن کرد. و به خاطر توجه خاصی که پیامبر به ایشون داشت، که همون لباسی که از خودش حالا عبا یا هر چی بود داد که ایشون به عنوان کفنی باشه که برای فاطمه بنت اسد به کار میره. خود پیامبر اومد رفت ایشون رو در قبر قرار داد و به خیر و نیکی از ایشون یاد کرد و سخنان خیلی گوهرباری در اونجا در مورد فضیلت فاطمه بنت اسد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده. چرا که پیامبر خدا میگن که در قبر کسی نرفت مگر 5 نفر، 3 تا زن بودن و 2 تا مرد از اصحاب بودن که یکی قبر خدیجه هست در مکه و دیگه قبر الان فاطمه بنت اسد هست و قبر عبدالله بن مزنی هست و ذوالبجاجین هست، قبر ام رومان هست و عایشه بنت ابیبکر صدیق اینو میگه نقل کرده که در مورد ام رومان که چگونه هست و بالاخره قبر فاطمه بنت اسد. حالا نکته ما اینجا بود که این جزء یکی از موارد خاصی بود که پیامبر خودش صلی الله علیه و سلم ایشون رو در قبر قرار میده و وقتی هم که ایشون رو در قبر قرار میده خب پیامبر خیلی متأثر میشه
گفتم مثل یعنی جایگاه مادر رو برای پیامبر داشت و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکنن در تاریخ که میگن این پیامبر نشسته بود جایی، میگه صحابه ما پیامبر نشسته بودیم، یکی اومد یا رسول الله که مادر علی و جعفر و عقیل از دنیا رفت و فوت کرد. پیامبر خدا گفت پاشید بریم به طرفش و میگن پیامبر چنان با شتاب حرکت میکرد که گویا که مثلا داره یک پرنده حرکت میکنه، تا اینکه ما به دم در رسیدیم. پیامبر پیراهن لباس خودش رو در آورد و عباش رو و گفت ایشون رو غسل بدید و بالاخره آماده که کردید در همین کفن قرار بدید، در این کفنش رو همین لباس من قرار بدید، تا اینکه اونجا پیامبرشون در قبر گذاشت بسم الله علی اسم الله که اونجا نقل شده و دعا کرد، گفت جزاک الله من ام و ربیبة خیرا فنعم الام و نعم الربیبة کنت لی. خدا به تو جزای خیر بده، چه پرورش دهنده خوبی بودی، چه مربی خوبی بودی، چه مادر خوبی بودی، ها برای من خیلی نیکی کردی. ما بهش گفتیم یا رسول الله ما توان ندیدیم این دعا و بالاخره این رفتار رو تو برای کسی دیگه این گونه انجام بدی که لباس تو در بیاری تو قبر بدی، ایشونو قبر قرار بدی. گفت من میخوام که خداوند هرگز و هرگز اصلا آتش به جهنم بدن ایشونو لمس نکنه و اینکه خودم رفتم در قبر از اون عذاب قبر ایشون کاسته بشه. در روایت دیگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه وقتی ایشونو در قبر گذاشت این دعا رو گفت الله الذی یحیی و یمیت و هو حی لا یموت اللهم اغفر لامی فاطمه بنت اسد. خدایا مادر من فاطمه بنت اسد رو از دنیا یعنی مورد رحمت بخشش خود قرار بده و لقنا حجتها و وسع علیها مدخلها، که اشاره میکنه که حجتش رو گسترده بکن، محکم بکن و قبرش رو باز بکن براشون محلی که با قرار گرفته. و حالا این موارد رو نقل کردن، هرچند که این حدیث رو برخی از محدثین ضعیف دونستن، یعنی ظاهرا نزد محدثین ضعیف. حالا ما این رو آوردیم. حالا نقل شده که بالاخره اونجا عباس و ابوبکر اینها بودن که به پیامبر در این جریان کمک کردن. اما اینکه ایشون بهشتیه، خب آیات قرآن هست، آیات قرآن هست که خدا میگه ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها باذن ربهم تحیتهم فیها سلام. خب اگر صحابی بزرگوار مثل فاطمه بنت اسد از این مقام و منزلت بهره مند نشه، چه کسی دیگه میخواد از این مقام و منزلت بهره مند بشه؟ و همیشه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکرد از شرایطی که وجود داشت و مواردی که وجود داشت. حتی در مورد ایشون نقل شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، انس بن مالک میگه این نکته خیلی جالبه، میگه لما مات فاطمه بنت اسد بن هاشم، وقتی فاطمه بنت اسد مرد مادر حضرت علی، دخل علیها رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر بر ایشون وارد شد و جلس عند رأسها، بالای سرش نشست و گفت رحمک الله یا امی، ای مادرم خدا تو رو مورد رحمت قرار بده، کنت بعد امی، تو بعد از مادر من کسی بودی که تجوعینه، خودت گرسنگی میکشیدی و تشبعینی ولی منو سیر نگه می‌داشتی، و تعرینه، خودت لباس نداشتی و تکسینی و به من لباس خوب تن من میکردی، و تبنعین نفسک طیبا، تو از غذاهای خوب و خوشمزه خودتو من میکردی اما به من اون غذاهای خوب و خوشمزه رو میدادی. تریدون بذالک وجه الله و دار الاخره، که تو این کار نکردی مگر به خاطر خدا و خانه آخرت. که این هم نشون میده که بالاخره ایمانی که وجود داشت در اون زمان اگرچه مشبوه به شرک اینها بود، بحث آخرت اینها وجود داشت، سجای اخلاقی. و نکته دیگری اینجا وجود داره، خوب نگاه کنید، یتیمی وقتی در خانتون هست ببینید که چقدر مهمه به این توجه بکنید. فکر نکنید به لباسای کهنتون رو بدید، غذای مونده‌تون رو بدید. این حالت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، این نحوه برخورد فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی با رسول خدا صلی الله علیه و سلم و این قدردانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این همین نکته هست که باید بهش توجه کرد. ای کاش که ما این رو درک بکنیم. حتی اینجا نقل میکنه عبدالله ابن عباس که میگه این مقام چیزی رو که ما دیدیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد فاطمه بنت اسد داشت، در مورد کسی نداشت، چرا که ایشون لباس خودش رو داد به عنوان کفن برای ایشون. و موارد دیگری که خب نقل شده که پیامبر در مورد ایشون دعای خیر کرد از منقبت و موقعیتی که برای ایشون وجود داشت و همه این موارد. ابو هریره رضی الله عنه نقل میکنه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت نساء قریش خیر و نساء، در بحث فضیلت زنان قریش میگه رکبن الابل، خب اینا شتر سواری بلدن، احناه علی طفل فی صغره، که نسبت به کودکانشون خیلی محبت و دلسوزی دارن، و ارعاه علی زوج فی ذات یده، نسبت به همسرانشون هم توجه دارن و
اشاره میکنه که ولم ترکم مریم ابنت عمران بعیرا قد، اما دیگه مریم بنت عمران اینجوری نبود. میخواد نشون بده که فاطمه بنت اسد به عنوان خب ایشون مادر خودش دیده بود، این سجایا رو دیده بود، همراه این شرایط بود و این همون نکته‌ای که باید دید و بد نیست این آیه قرآن رو با هم داشته باشیم. ان المتقین فی جنات و نهر، متقیان در باغ‌هایی هستند دارای جوی‌های پاک و روان و صاف، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاه صداقت و راستی در نزد اون پادشاه قدرتمند هست. این داستان فاطمه بنت اسد فقط یک داستان مختصری نیست که ما نقل کردیم. شما لحظاتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خونه ایشون بزرگ شده، حالات نگهداری رسول خدا توسط ایشون بوده و شرایط خانوادگی که داشتن. وقتی پیامبر میگه شما گرسنگی خودت کشیدی ولی من سیر نگه داشتی، خودتون لباس مناسب نداشتید به من لباس دادید، غذای خوبتون رو نمیخوردید به من میدادید، نشون میده خب شرایط اقتصادی و خانوادگی فاطمه بنت اسد چگونه بوده. اما در این حال بر محمد یتیمی که در خونشون بوده چگونه توجه داشته. در این موقع محمد پیامبر نیست، در این موقع محمد به سر برانگیخته نشده، در این موقع محمد نه مادر داره، نه پدر داره، نه پدر بزرگ داره، هیچ کسی دیگر رو نداشته. هر ظلم و ستمی رو میتونست فاطمه بنت اسد رضی الله عنها در مورد محمد صلی الله علیه و آله داشته باشه، کسی هم نمیتونست بهش بگه چرا. اما وقتی که قلبی صاف پاک این گونه عمل میکنه، خروجی این عمل اینه که ایشون مسلمان میشه. خروجی این عمل است اینه که جز صحابی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است. خروجی این عمل است که این خیر و برکاتی که پیامبر برای ایشون داره و این دعای خیر نصیبشون میشه. خب تا روز دیگه و داستان دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.